درود بر شما. ویدیوهای یوتیوب در این روزها شکسته شده و من تجربه خودم رو دارم میگم. وقتی ویدیویی که تو ماه قبل میذاشتم تا ماه قبل تا 20 روز قبل من یه چیزی حدود ماهانه 510 505 کا بازدید میخوردم، شورت و ویدیو لانگ، ولی یهو الان اومده پایین. امروز میخوام بررسی کنیم ببینیم آیا ویوها کم شده، یوتیوب مشکل داره، یا آپدیت های اتفاق جدیدی افتاده، یا اینکه یه داستان دیگه است. وقتی من به این فکر کردم که بازدید ویدیوهای من از 10,000 5,000 برای 2 روز 3 روز اومدن شدن 3,000 2,000 5,000، خیلی ترسیدم و اینکه یه بررسی کردم. اگه قرار باشه که ویوها کم شده باشه باید برای همه کانالایی که تو ایران هستن کم شده باشه. وقتی داشتم میگشتم توی یوتیوب و محتوای دیگران رو هم میدیدم، برگشتم و دیدم این کانال رو و دیدم این کانال توی یه ماه پیش ویدیو 4 روز پیش ویدیو گذاشته 11,000 تا، اونم تو محتوای آموزشی، محتوایی که در واقع نباید بازدیدش مثل بازدید فان یا سرگرمی باشه. هم حوزه منه و دمش هم گرم، دستش هم در نکنه. بیشترین بازدید این کانال رو نگاه کردم، مال یه ماه پیشه 184 تا ویدیو گذاشته شورت و لانگ. ولی چطوریه که توی همین یه ماه که این همه داستان هست و میگن ویوها افت کرده و داره میفته، چرا پس این کانال ویدیوش افت نکرده؟ میبینم نگاه میکنم اینم 4 روز پیش 11 کا بازدید خورده و بیشترین بازدیدش رو وقتی میزنم میبینم مال یه ماه پیشه 92,000 تا نوش جانش بازدید خورده. زدم روی ویدیو و ویدیوش دیدم دقیقاً ارائه خوب نیاز رو پیدا کرده. تامنیلش تامنیل خفن، به کسی نگو یوتیوب داری 10 اشتباه یا چند اشتباهی که یوتیوب داره، و اینو توی ریتنشن خیلی هم خوب ارائه داده. ترسیدم و شک کردم خدایا پس اگر اینجوریه چرا کانال من ویدیوهاش افت کرده؟ گفتم شاید به خاطر شایعی که این روزا افتاده و آریا کاکسل اومده یه ویدیو گذاشته بود آره من 1 میلیون بازدید داشتم قبلا اینقدر میگرفتم، الان اومده $400 شده، همون تعداد بازدید 1/10 شده. داستان چیه؟ اول بررسی کردم آریا کاکسل در واقع کانالش اصلا کانال گیمه. اولا نباید کانال گیم $10 واسه هر 1000 تا بازدید میداد. حالا یکی دو تا ویدیوش اینجوری بهش داده. بعد یه حجمه و یه ترسی افتاد توی یوتیوبرها، بچه‌ای که توی ایران دارن کار میکنن ترسیدن که کانال‌های ایرانی دیگه مانیتایز نمیشه. اینجوریه. من یه دونه ویدیو از خود یوتیوب رفتم سرچ کردم و خیلی جستجو کردم، دیدم داستان این که میگن یوتیوب ایرانی‌ها رو شناسایی کرده درسته یا نیست. یه خورده که تحقیق کردم و اون ویدیو رو دیدم، توی این ویدیو گفت یه چند تا آپدیت جدید یوتیوب داده که داریم بررسی میکنیم آپدیت ها چی هست. اولین آپدیتی که داده گفت آقا ایرانی‌ها رو شناسایی کرده، همشون رو شناسایی کرده. این کانال منه، میخوام بررسی کنم ببینم واقعا یوتیوب درآمدا رو کم کرده یا بازدیدا برای چی کم شده. وقتی میام روی این ویدیو میزنم، این ویدیو 8100 تا بازدید خورده. میام تو بخش درآمدش رو نگاه میکنم. وقتی به درآمدش میرسم، الان اولین باره که جلوی شما دارم نگاه میکنم و قبلا چند تا ویدیو رو تست کردم، دیدم این ویدیو برای 7900 توش حساب کرده و آر پی امی که به من داده 5.1، یعنی $5 رو به من داده. پس کانال آموزشی که بین 4 تا 6 دلار واسه هر 1000 تا بازدید میداد داده. پس داستان چیه که بازدید کم شده؟ 2-3 تا دلیل داره. یکی به خاطر شایعه‌ای که خود آریا کاکسل یا تجربهشو گفته و گفته آره من کانالم در واقع بازدیدار کم کرده. مردم ایران هم به خاطر این اتفاق، هم به خاطر این اعتراضات و داستانا و اعتراضات شلوغی که الان توی یوتیوب دارن، توی ایران دارن، ناامید شدن، بازدیدا رو نمیبینن توی یوتیوب. وگرنه یوتیوب هنوز داره واسه هر 1000 تا کانال آموزشی $5 بهم میده. داستان چیه که من بازدیدای من کم شده؟ یوتیوب اومده الان میگه که من برای محتوایی که ایمپرشن نمیگیرن، مخاطب رو نگه نمیدارن، جواب مخاطب رو نمیدن و مخاطبای من که الان شما هستید نرخ تعامل نمیکنن، یعنی ارتباط ندارن، یوتیوب اینا رو کمتر پیشنهاد میده. پس 2 تا دلیل شد. یکیش اینه که مردم ناامید شدن فقط به خاطر اینکه اون حرف اومده، فکر کردن یوتیوب درآمد نمیده و دست کشیدن از یوتیوب، از آموزش، از دیدن. دومیش به خاطر چالش این روزهایی هست که مردم تو ایران درگیرش هستن، اعتراضات و یه خورده شلوغی و واقعا هم اعتراضاتشون به خاطر گرونی‌ها اینا به حق هم هست دارن و وقت نکردن برن توی یوتیوب بگردن. موضوع سوم چیه؟ موضوع سوم نحوه ارائه منه. اگه من بخوام مثل قبل ارائه بدم و نرخ تعامل، این درگیری مخاطب با من رو نداشته باشن، یوتیوب خودش اینو به عنوان یه باگ، به عنوان یه دونه رأی منفی گرفته و کمتر پیشنهاد میده. چرا؟ برای اینکه همین الان ویدیو رو نشون دادم. پس چجوریه که یه کسی مثلا 20 روز یه ماه پیش ویدیو گذاشته 92,000 تا چیز گرفته، بازدید گرفته؟ چون ارائه خوب داده، درد مشترک رو پیدا کرده و راه حل رو به زبان بسیار ساده توضیح داده.
حالا چه کار کنم؟ منی که تازه کانال زدم یا دارم فعالیت میکنم بتونم این چالش رو برطرف کنم. اولا اگر من توی ایران باشم و ویدیو درست کنم، مردم خارج از ایران منو ببینن، فرض کنید من ایران هستم، محتوا تولید میکنم، از کانادا منو میبینن، کانال من درآمد بیشتری میگیره تا کسی که کانادا هست ویدیو تولید میکنه مردم ایران ببینن. و اینم داستانش برمیگرده به تبلیغات. یوتیوب یه بیزینسه، میگه من محتوا رو میخوام بذارم تبلیغات، پول بگیرم، به شما پول بدم. وقتی توی ایران محصولی نمیاد، من تبلیغات اونو به ایرانی‌ها دیگه نشون نمیدم. وقتی هم نشون ندم، پولی هم از بابتش نمیگیرم که سهم شما رو بدم. میخوام اینو ببینید. این ویدیو 7900 تا 5 دلار گرفته. ببینم چند درصدش ایرانی‌ها دیدن. مگه نمیگیم یوتیوب اومده مشکل ایجاد کرده دیگه به کانال‌های ایرانی پول نمیده؟ پس 5 دلار بابت هر 1000 بازدید بهم داده و من میام روی آدینس میزنم ببینم از کجاها منو دیدن و یوتیوب چقدر شناسایی کرده مخاطبای ایرانی رو. ببینید 50% ایران رو انتخاب کرده، جرمنی و یونایتد رو هم بقیه و بقیه کشورها رو که 3 تا تاپش اینجا میزنه. هنوز با اینکه 50% مخاطبا رو ایرانی تشخیص داده، داره به من 5 دلار بابت هر 1000 تا بازدید میده. و اگر من توی قسمت رونیو یا درآمد رو دوباره چک بکنم، میبینم بابت هر 1000 بازدید من یوتیوب سی پی امش 15.5 چیه؟ پولی که از یوتیوب، از تبلیغ کننده های یوتیوب میگیره. قاعدتا و قانونی باید به من 45% به کانال‌های مثل من بده. یعنی اگر 15 دلار گرفته، نصفش حساب کنیم حدود 7 دلار بهم بده. چیکار کرده؟ اومده بازدیدار رو نگه داشته، بابت 8000 تومان بهم پول داده، ولی آر پی ام رو دیگه 50% یا 45% من نداده. اومده آر پی ام، یعنی پولی که به صاحب کانال میده، به جای 45% اومده حدوداً 1/3 کرده، 33-4%. چرا؟ 15 دلار اینجاست و به من اگه قرار باشه من ویدیو بسازم، میتونم هنوز تو همون محتوای فارسی خودم ویدیو بسازم. راهکار دوم، میتونم همین ویدیوی خودم رو، من یه ویدیو گرفتم، همین ویدیوی خودم رو ترجمه میکنم با هیجن، دقیقاً لب من، کلام من به اسپانیایی، به عربی، به انگلیسی، به چینی، به 100 تا زبان دیگه میتونم تولید کنم و مخاطبای اونور مرز منو ببینن که یوتیوب میتونه تبلیغاتم روش بذاره و درآمدش به من میده. پس راهکار دوم من چیه؟ راهکار دوم اینه که من میتونم همین محتوای خودم رو به سادگی با هوش مصنوعی به زبانهای دیگه ترجمه کنم. مهم نیست کجا هستم، کانال‌های ایرانی رو نمیبنده. محتواهایی که بیننده‌هاش ایرانی هستن 50% شناسایی کرده و همینطور که می‌بینی بابت 8000 دلار هنوز 8000 تا، یعنی 8 تا 5 دلار 40 دلار خورده رو واسه همین 5-6 روز ویدیو بهم داده. موضوع سوم، راهکار سوم، من یوتیوب آپدیت جدید میگه که من اولویت رو گذاشتم رو تعامل، یعنی مخاطب تو ویدیوهای تو رو ببینه و 50-60% اوریج بگیره، وایسن رو ویدیوی تو و با تو تعامل کنن، لایک بذارن، لایک واقعی بذارن، کامنت واقعی بذارن، با تو درد دل کنن، مشکلاتشون رو بگن، سوالاتشون با تو بگن، در میان بذارن و اینجوری شما میتونی ویدیوی تو رو ببری توی اکسپلور و در واقع بازدید بگیری. موضوع چهارمش اینه که من به خاطر شلوغی‌های این روز که مردم هنوز نرفتن و در واقع کمی شاکی هستن و از ترس اون شایعه نمیان، ناامید شدن ویدیو رو ببینن، این روزا میگذره. موضوع بعدی اینه که معمولاً بعد از عید میلادی، چون یوتیوب تمام شرکت‌ها تبلیغات قبلیشون رو گذاشتن، به طور پیش‌فرض در هر سال توی 1-2 ماه اول سال میلادی وقتی بشه، معمولاً تبلیغات خودشون رو دادن شرکت‌ها و دیگه تبلیغ جدید ندارن و یوتیوب یه کمی بازدیدا رو در واقع یه کمی رقم‌ها رو، پرداخت‌ها رو کمتر کرده.